خب درود و سلام و احترامات به مردم، بینندگان، دوستو، هموطنا. امید از خدا دارم که یک و یک شما خوب، صحت، سلامت و سربلند هم باشه. دوستای عزیزم، امروز صحبت ما اژدهای تای پل صراط. اگر باشین همینجا بگیم که لایک، подписка، поделить فراموش نکنین. امروز صحبت ما کمی صحبت گرم میشوه، اژدهای تای پل صراط میشوه. درباره اژدهای تای پل صراط میخوام برای شما تشکر خدادم یک تا لایک برادر هموطن. صحبت ما اژدهای تای پل صراط میشوه و بگیم که بسیار گرم میشوه، برای که او اژدها بسیار یک اژدها کلان است. شما در او باره معلومات نداریم، ما براتون معلومات میتم. از زبان گویم که ایشانی بوتیکس شما وحدتیش میگین که میگین همون از زبان همون انسان درباره اژدها تای پل صراط میگم. همون کسالی را حالی همون کم همون چیوش موندگی با فکرم. خلاص ایشانی بوتیکس بگیم که مولوی وحدتی میگن که میگن او روزا یه حدیث خونده است، در حدیث آمدگی بده است در تای پل صراط اژدها بوده است. در تای پل صراط اژدها بوده است. اژدها 6 تا دندان داشته است. یک دونه دندان او اگر در بالاش یک آدم ره بگرده 100 سال ره میگشته بوده است. یعنی او میگه 100 سال یک آدم ره میگشته بوده است که همین ویخی دندانش تونوکی دندانش برای برسی. یعنی تصور دندان کلانیش داره شما چند قدر است دندان. یک آدم 100 سال ره بگرده. من بعد از او حساب کردم کمتر که همین ایشان گپ شه. گفتیم همین ایشان گپش پروست همین میگن و همین یک باید حساب کنیم. بعد حساب کردم روزانه بگیم که آدم از 15 تا 25 کیلومتر راه حرکت میکرده بوده است. اگر حرکت کنه ما 15 شم نگرفتیم و 25 23 25 شم نه، یعنی که 20 کیلومتر گرفتیم. یک انسان راه بگرده در روز 20 کیلومتر راه میگرده. واقعا از این چیز یگان جای پنهانی خطون میتونه نیرا پاپرویت کنه. سحر بخیزین تو بگره چند راه میگردین، ابید کنین دم گرفته 20 کیلومتر راه تای میکنین. برای چی من ایرا اووری نگفتم؟ برای اون که انا قشلاق مامای ما مثال سویتسکی و بگیم که قشلاق خدمون همین 22-23 کیلومتر مسافه هست. ما بگیم که اوچام اون وقتای جنگ چی نبود که خیلی تکنیکو نبود. ما همینجا پیاده میرفتیم، پیاده می اومدیم با سومکو در دستمون، سیتکا و دیگر گفتیم اون گپو. از این طرف هم دیگه سوغاتی میبری، از اون طرف هم سوغاتیت میتن میای. خلاص همین خیلی بگیم که قطعی همون مادر ما بگیم که ما همین کودکا بگیم میرفتیم یه روز سحر میبرمادیم بگم میرفتیم میرسیدیم با تمام سیتکامون. بعد با از اون طرف با میبرمادیم با سحر یا دو روز مهمانی استاده با میومدیم تا بگره خونه دا میرسیدیم. تقریبا 22-23 کیلومتر راه هستم خیلی بگیم همین مسافه را دارم، اما ما با سیتکو میگشتیم. خلاص 20 کیلومتر ده یک انسان سپکوینا تای میکنه در یک روز. ما همین را زدم در 100 سال تقسیم کردم، در 100 سال 730,000 کیلومتر شد. نمیدون بو میتونین یگون تاتون تای کنین حساب کنین نمیره. در همین 100 سال 730,000 کیلومتر شد.
خو با 730,000 کیلومتر و راکت را دیدم کدام مسافه ای زمین می ایستاده 400 کیلومتر دا می ایستاده بوده، یعنی 400 کیلومتر که جو 730,000 کیلومتر که جو بگیم این هزل شوخی هم نیست در این مسئله. یک آدم اگر 100 سال روزانه 20 کیلومتری طی کنه بوده است 730,000 کیلومتر طی میکرده است. انا که 18 را دندانش 730,000 کیلومتر بوده است، یک دانه دندانش. من نمیدونم این تصورات اینو از کجا میگیرن. من نمیفهمم چرا علماها یعنی که تاجیکستان خودش کمیته دین داره، یعنی ایرا فیرات کرده این انسان ها بگیم که جبیو واسیلی ایوانویچ پتروویچ خلاص تا از کجا گرفتی گپا، یعنی کی با تو گفتی گپا. خب این حدیث ضعیف است، این حدیث بگیم که یعنی که هستن حدیث های ضعیف هم هست در چیزی ما، یعنی در دین ما حدیث های ضعیف ساخته و گفته و خیلی چیزا هم هست، یعنی نه همه حدیث درست است. مثل همونه که مثلا همون نجس پیغمبر خور گفتگی بعضا بافته چیزا هست، همچون بنام تهمت بر این گیه میره یا نمیدونم چه خیلی گیم خلاص هست. برای همو یعنی این چیزایی باید یک همو علمای دین باید بشینن چیزای بافته ساخته حدیثای ضعیف برورن و بگیم که بگن که این چیز ساخته هست، این چیز بافته هست، یعنی نادرست هست. و این هم خیلی شونی بوتیکس را بگیم که همو خیلی حدیث را پیش از گفتن مثال گیریم در وقت SSSR یک سرود یک شعر نظم کرده سرود کرده باید اول مسکو روی میکردن، مسکو او را اوکی میداد مضمونش فهمیده بعد از او بگیم که او گپ میزد. اگر هم خیلی ایشون همی بوتیکس موتیکس یک جدا هم که حدیث گفتنی است یک چی گفتنی است این دیگر نمیدونم ازارت میدروین هر چی میگن. اگر همین را یک کمیته دینی ما یک تشکیل میکرد یک که همین حدیث ها را بگیم کارکار میکردن و در باره نمخه ایشونای بوتیکس بعضی معرکه ها تویا میروند بعضی جودا میشینن همین جا بگیم که هم مچتو دا امر معروف کردن ده. اول اینو همین حدیث هایی که میگفته گپاشون پرت و یعنی دو روز سه روز پیش او ببینن و اجازت بتن که بگوین ایره یا نگو خوبتر میشید. برای چی؟ برای که عصر 21 است دیگر او شیطانی ها و دروغ ها بگیم او افسانه ها دیگر نمیگذره، ریال نه در یگان عقل انسان توری نمیگرفت. یکی گپ که در بلو یک دونه دندان 100 سال راه میگرد اگر پلیس رو بغلطی در دهنی هم میغلطی، یعنی گودک ترسونک. ما گودک نیستیم دیگه ما را بترسونیم بهتری افسانه های لیلت القدر تو که 18 ها رای کلون های دندانش کلون. او اگر او قدر دندانش کلون باشه اگر پریستوید که ما 730,000 کیلومتر اگر بغلطم که او میدونی چند سال دمیو میرسم در اونجا. همین عمری که دارم که همین 40 سال با فکرم 730,000 کیلومتر بلندی بر مرا پرت و یعنگر و دندانش هم قبض است، یعنی دندانی ته هم خواست دندانی تور هم خواست و از دور خودش چقدر نمالم. اگر هر دیورای خیل بگیریم و از او بلوتر با ما بغلطم که دید تا یک میلیون کیلومتر میشه و میلیون کیلومتر مرا میلیون کیلومتر پرت و یک 77 سال دمیو میغلطم در دندان اما راه دما مرده پوسیده گم شیده همین اوتاری دندان دا کو ما در یک گرد آرد است کو در تنشم خیلی هم شاید نشم همین شاید میکروبی او دندان کو میکروبی او دندان از حجم تاجیکستان در کلان است میکروبش که اینو همونجا که 10 میلیون آدم زندگی داره کو او را میکروبی دندانش ای حجم تاجیکستان در شاید کلان است. یعنی یک سفسطه خانی یک اخمقی یک بگیم که گویا که نمی بین مردم ترسانی بگیم یکون واقعیت در نزدیک نبودگی عقل انسان در نزدیک نمی آمدگی چیزا قطعی بافته و سوخته بگیم مردم اخمق میکنن. مردم اخمق کردگیشون یه طرف آهسته آهسته همین خیلی فانتزیورها همین دین هم بگیم در نظر مردم یک چیزی دروغ آوردن نشان دادن ده دروغ. خیلی آدمای پیش نمیفهمیدن 100 ساله راه میگفتی او خیلی کلام بوده است خلاص
یعنی او دیگه عقلشون نمیگرفت حساب کنن کیلومتراژ او متراژ او را برورن و بگیم 730,000 کیلومتر. این عقل یگان انسان درست نمیگرفتگی دندون است، یک دونش او از او 6 دونه داشته است. او را وزنش چند است، او اژدهار خودش چند است، میفهمی نمیره. از این لوی دنیا او لوی دنیا 730,000 کیلومتر نیست. یعنی این انسان چیز گفته ایستاده است، این چی میگه این انسان، میفهمین؟ از این لوش تا اون لوش 730,000 کیلومتر نیست. یک لوچ که تمام عمر پرواز کرده است در سمالیات 730,000 کیلومتر پرواز نکرده است. تمام دنیا در ایس رفته است، ایس رفته است، ایس رفته است. بین مسکو و تاجیکستان 4,000 کیلومتر است. 4,000. یعنی که 730,000 بزنین. عقل انسان درست نمیگرفتگی چیز است. خلاص بگیم که اینم خیلی یک احمق بازی، یک شیطانی، نمیدونم یا کمیته دین پیش راه این خیلی احمقا را میگیرین. بعد که مثال ما گپ زدیم اون را بعد بعضی انسانای ما، بعضی نه اکثر انسانای ما، باید تو کافر شدی، تو دین تو باور نداری، وای قرآن از حدیث گفته ایستاده است، تو که باور نکردی پس تو کافر شدگی، تو زنچه تو دین باور نداری، تو یک کافری که تو دین باور نمیکنی. همین خیلی تصورات ها دارم. برای همین مسئله را وقتی که همون آدمای بگیم که همون کمیته دین وقتی یا را حل نمیکنین مسئله شه، بعد مجبور میشه که یک انسان عادی برای و در این مسئله شما را سپروس کنه. همه ایشانی باتیکس بگیریم بیارین، من میخوام قطعا ایشانی باتیکس، من که چنی و عالم نیستم، نه که قدر خودم میدانم، من میخوام قطعا همون انسان همون دلبیوب قطعا من گپ زنم. ولی گفت حضرت موسی گفت زد چشم عزرائیل پرید رفت. از کجا گرفتی گپا را؟ این میگه حدیث است. این پدنالت کدام حدیث خونده ایستاده است؟ کی نوشته است این حدیث را برای ایرا؟ ما میخوام همون کتابی که هم خونده ایستاده است ما هم را پیدا کنیم و بگیم که معلومات بگیریم در این باره. خیلی بد نشود که بگیم او انا بگی بچه در گوش کودکای ما افسانه و نقل جنگلپا بخونه هر روز یا در گوش دیگر انسانو. فردای نمی آدما معلومات پیدا میکنه که همه چیز ریال نه هست، بعد او چیکار میکنن؟ او از دین دلشون میمونه. از این ایشانی بوتیکس نه، از دین اومده دلشون میمونه. مردم میگه این چطوری دینه همش دروغ بوده است کو، همش دروغ بوده است کو. میگه یعنی که انسانا را دلشون از دین دور میکنن. این کثافتا زیان با دین داره. اینا را باید کاتگوری چیزی که من کنن، امر معروف کردن، اینا را باید کاتگوری من کنن. مرکو دا گپ زدن، اینامی دین گپ زدن باید من کنی. خیلی احمقه به اسناد گپ میزده که احمقه باید من کنی. او دیگه گپش قیزی رفت، مردم دیگه گوشش کرده ایستاده است. تمام دیگه انا بگی دیگه رقص که و بازی که و دیگه هر چی در دهنت اومد گفتم بگی. ما در زندگی مال 40 درآمدم 730,000 کیلومتر را گشتگی نیستم و تمامی سمالیات و ماشین و همین قدر پیاده و اینمی زندگیم 40 درآمدم مال 730,000 کیلومتر رفتگی نیستم. این تا از کجا میگیری گپا را؟ خلاصی را با کمیته دین میسپاریم. یعنی کمیته دین هم میبینیم که کمیته دین چه ریاگی رو میکنه در این مسئله. آیا ای را بگیم که عالمای دینی تاجیکستان یعنی انسانای باسواد فیرات کرده اینا یک اگزامین از این میگیرن، از دانشی از فهمشی نمیدونم این شیطانه. خلاص این را عذر. یعنی ما از کمیته دین واقعا هم را بگیم طلب میکنیم که از این احمق یک اگزامین بگیرید و این احمق اگر واقعا هم بگیم که هم خیلی احمق باشه، اگر ایرا کاتگوری است که من کنین مرکه گردی ایرا هم خیلی سفسطه خانی ایرا پول نیایرشش قاق کنین پدنالت ایشانی باتیکسا. خلاص ما انتظار میشیم خیلی که همه چیزا پیش راش تنظیم دارین، در همین چیزم کمی تنظیم کنین گفتگی امید قطعی نوارا کردم. بعد از او یک برادر سوال داد.
امشب سوال داد که انا یعنی آینده تاجیکستان چه خیلی میبینی؟ انا ریولوسیا شوه، انقلاب شوه، تغییر شوه، خوب یا که تغییر نشوه، یعنی تقدیر ملت در دست کی میبینی و چی میبینی؟ گفتگی بسیار بگیم سوال خوب قطعی مراجعت کرد. عینا نمی سوال رب داره با نمی خیل با نمی بگیم که سفیرهای خیلی دین بازو. ببینین من برای او خیلی جواب دادم، اما همون جواب میخوام که برای شما بگم. اون مسئله در تیک توک رفته بود، نمیدونم ای تیک توک میتونه شما شاید پیدا کنید. برادر کاشانی صاحب افیر داشت، در همون جمعی سوال شده بود. سوال جوابش عادی است. زندگی بابات چه خیل بود؟ مثال گیریم زندگی اوتات چه خیل بود؟ زندگی خودت چه خیل است؟ همین چیزا را یک خلاصه براری که خودت درست خلاصه براری که یعنی که همه وقت و هر وقت زندگی یعنی تای دستی ایده بدی، تای دستی دیگری بدی، تای دستی دیگری بدی، در لیلین بدی، ستالین زدی، خروشوف زدی، پیتروف زدی، بعد اومدی گفتی اونگا پو پیش از او امیر بخورو بگیم در او بدی، در 300 سال تای دستی او بدن. تاریخ ببین، در پروسه تاریخ ببین. منگول هم اومد گرفت، منگوت هم اومد گرفت، مثال گیریم کدام اومد گرفت. ریاکسیای توجیک مردم تاجیکستان. خب امروز دوره امام علی از یک دنگره، یک انسانی که ما میگیم بی سواد است و توپوی است، عقل نداره و نمیدونم دیگر است. 330 سال میشه، 32 33 سال میشه، یعنی که یک ملت دعوا از فرهنگ مدنیت میکنه و پراولیت داره. میفهمی نمیره؟ دعوا از سینا و رودکی و بلخی و نمیدونم از تمامی چی دعوا داشتگی ملت از یک دنگره برآمدگی انسان 32 سال میشه و پراولیت داره. اهل اولادش قطعی. همین چیزا را یک بار خودتون خلاصه براری کنید. مردم انتظار چی هستن؟ مردم انتظار یک آدم خوب میآید و پروست از زندگی یا را خوب میکنه. یعنی مردم انتظار همین است. مردم دیندارها رمانتیکای کمبغالی کردگی این را قبول کنیم. این همی ایشانی بوتکس برین انسان ها و غیر انسان ها، ایشانی حاجی میرزا برین انسان ها، دیگر ایشان هایی که امر معروف میکردن، اینو مردم رمانتیچسکی کردن. مردم یعنی کمبغالی را رمانتیکا کردن. میفهمی نمیرم؟ مردم یعنی پیش از این همو امر معروف میکردگی انسانو همی بدن. امروزه حال افغانستان یکی سببش نمی کمبغالی رمانتیک است. یعنی رمانتیچسکی میکنن. خداوند بخشنده است اگر این خدا که ترا سنجید، یعنی که یک رمانتیکا کرده، رحم انسان آورده داخل در گوشی تکو. اینا شیطانه. من ریال نمیگم، شیطانه. اینمی سببی که امروز ملت است، اینمی 100 ساله ها، 700 ساله ها، 800 ساله ها اینمی گناهگار نمیاست. گناهگار اصلی همین کمبغالی را رمانتیکا، خیر سخاوت، یعنی همین از دوشی مردم خیلی چخیل میکنن، زچومارید میکنن. ده تو کمبغالی значит بیست خدا را شکر که خدا تو را سنجیده ایستاده است. تو بایی خدا تو را میسنجه که تو کمبغال پول میتی، اردام میتی، نمیتی. خب تمام. اینمی چیز هزارها مرده را در این سالها در روسیه از طلبیدن تاجیکستان رای کردن، از گدایی. اینمی کار ملای اجرا کردن، خاص برای الله کی کاره. یعنی تو برای الله کی کاره، الله برای دیگه یگان چیزی دیگه نه، فقط خاطر الله صدقه کن و او را میگه تو خاطر الله صبر که الله تو را سنجش داده است امروز. یعنی انسان ها را کمبغالی را رمانتیکا میکنن. آیا آمدنی رستم تغییر میده زندگی را؟ نه، رستم نیامد. بیا فرض کردیم
بیا حیدر علی اومد تغییر میته زندگی را نمیته زندگی را تغییر. من سوال دادم برای جوانان بیاین تصور کنین امام علی را در گرمانیا پرزیدنت موندیم آیا میتونه امام علی فرزندش در همونجا بیاره وزیر مونه شهر برلین در بگیم که رئیس مونه در پارلمان دی مدام مونه دخترش در فلانجا بمونه دوموتش رئیس بانک بمونه خب زواد فابریکا را بگیره میتونه همی کار کرده و همه جواب داد که کار کرده نمیتونه امام علی در برلین یا که در آلمان. برای چی؟ برای اینکه خلق آلمان نمیمونش خلق میخیزه میتینگ میکنه خلق میخیزه میتینگ میکنه خلق میزنه خلق میجنگ از ایدش یعنی ببینین خلق نمیمونش. گفتگی سوال پیدا شد خلاص ما گفتم بیاید همه امام علی را فرض کردیم آوردیم در لبوی دولت همه اروپایی پرزیدنت مونده میتونه امام علی این کاری که در سر تاجیک کرده ایستاده است همین کارا بکنه نه برای چی؟ برای اون که اینا را مله‌ها گدایی را رمانتیک کردگی نیستن در اینا که خداوند اترمه سنجه خداوند توقت که شکرانه که یعنی اینا در موزیکای شکرانه و سنجش بازی نمیکنن اینا در ریال این چیز هست میشوه سوختن در کار است значит تو دزدیدی تو دزدی اینجا رمانتیکا کار نمیره و کم بغلی برای چی نمیتونه امام علی بیاید در امام علی باری انسان در آلمان پرزیدنت شده دیکتاتوری کرده نمیتونه بازی اگر ما انگلا مرکل میبردیم در تاجیکستان پرزیدنت میموندیم انگلا مرکل میشه دیکتاتوری که همه عدالت همه خفید میستاد گفتگی سوال البته میشه برای چی؟ برای که دیکتاتور ما میسازیم اینجا مهم نیست که امام علی است در اونجا یا نمیدونم دیگه علی است در اونجا نی فرقی است اینجا کی علی است گپ در سر او است که مردم زندگیش عوض میکنه پرزیدنت نه میفهمید پرزیدنت زندگی مردم عوض نمیکنه تا اون وقتی که مردم خودش طلب نکنه مردم از حقش طلب نکنه مردم نبروید در کوچه مردم گریبان نگیره مردم میتینگ نکنه مردم نخواه فرزند چه میبره زندان میکنه با تهمت خیلی هم پدر میدونه که اون کار تهمت شده ایستاده است تهمت است در حق فرزندش در تلویزیون میبروه میگه که خیلی فرزندم گناه کرده باشه اگر ما باوری دارم که گناه نکرده است نه که گناه کرده باشه اگر جواب خودش میته در پیش قانون میفهمی نمیره پدر میدونه فرزند گناه نداره برای بیگناهی و عدالت او مبارزه نمیبره میگه خودش میته جواب اگر گناه کرده باشه خودش جواب میته در پیش قانون ما قانون داریم میگه ما باوری در قانون داریم کدام قانون خودش باوری داره برای همون اینجا ما گفتم که 99% مردم گناهگار است بعد 1% امام علی همین خیلی شید ما خودمون کردیم امام علی را از یک ریخ یک قهرمان ساختیم خودمون کردیم کی کدیره خودتون تصور کرده میتونید برای همه دوستای عزیزم انقلاب آیا میتونه تقدیر این ملت عوض کنه؟ نه نمیتونه کنه نمیتونه و گارانتی میتونه من هم بمونین دیگر برادر هم بمونه اگر همین رفتارتون باشه شاید بعد 1 سال ما هم دیکتاتور شد شاید بعد 1 سال ما دیکتاتور شد این گارانتی خطی است برای که شما میسازین دیکتاتور خطون دوست داری میکنین پالی میکنین ما برینم میگیم بوی گل کدستای گه خطون هم تری میکنین دیگر همین امام علی را هم تری کردین نمیدونم صلح و وحدت اساسگذار قهرمان پیشوا این همین روزی درست خطون خستین عنوانش دادین خطون از یک انسانی باور که یک امام علی آدم خوب بود تماشا کنین نوارای اول تماشا کنین همین انسان ملت دوست بود
на самом деле یکی از یک ملت دوست ما آوردیم دیکتاتورش کردیم همین انسان عاقبتش همین را توغری بفهمه خیلی قبول کنه این چیزا یا زندگی بابا تبابی بعدی بابا انقلاب شد انقلابی فلانی شد انقلابی دیگری شد انقلابی اومد منقوط اومد گرفت دیگر اومد گرفت هم مدعوایی که شما خویا و زندگی دارین ما زندگی شما را سوز کنیم خب کدام وقت زندگی تون سوز شد تنها ملت میتونه زندگی خچه ایواز کنه نه اینکه پرزیدنت هیچ وقت بر رحمی جالستی یک کس انتظار نباشین که زندگی ترا یک انسان میویه و او انسان زندگی ترا خوب میکنه انمی شما را در جالس شنوندگی اینمی پروپاگاندا اینمی ملوهای من ریال نمیگم اینمی پروپاگاندا ملو شما را در جالس میشنونه برای که من تمامی امر معروفشون میگیرم گوش میکنم هر یک ساله پیدا میکنم گوش میکنم سال فلان سال ها بعد انامو سال زندگی تاجیکستان هم میبینم توچ و توچ نموده افیر کردگی امر معروف کردگی سالای گشنگی درباره فقط گشنگی های صحابه صبر و طاقت صحابه که صحابه صبر میکرد ما کیستیم که صبر نکنیم سالای دیگر سالو وضع یار یک سالو ده یک آدم در روسیه ببین ایتش غلطیده است مرد است اینی میشونی بود کس میره میگه که او شهید شدگی است خداوند اول با او رابطه کرد گفت که بنده ما تو را شهید میکنم تا که تو 7 پشت دیگه تا شفاعت کنی نه 7 پشت دیگه درمایه دی گناهگارش کو وقتش خوش میشه ای مرد خیریت از نچید مرد این مورا شفاعت میکرده بود است ما را درمایت میکنه برای چی؟ برای که ما در او دنیا برای ما را فقط زندگی زور بیشتر میکنه شما را میگه ای او دنیا میرای او دنیا کو شکلات مرملات قندلات قصرها اینمی بالا و پایان ای دیگر پایان نداره خود و خوراک پایان نداره کار نمیکنی ما درمایدو در این چیزا میفوره برای چی نمیفوره ای هوا چه میزنی بس رازا گفت که همون گپا 70 تا هور در خدمت چیزی که دلت میکشه کو اون چیز در پیشت بریان میشوه جرد میشوه میویا اوهو در مایدو دا میفوره ملوهای ما برای ما چیزایی را ابیشت میکنه که ما همون در مایدیم و بگیم که ما در توبری میگرفتگی چیزا خلاص این نمی چیز است این نمی یا در مایده وعده بته یا وعده بته ببین یعنی کی باور میکنه در همی گپایی که در گرمانیا میرای زبان در کار نیست و امریکا میرای زبان در کار نیست جمعی کارای نو بریکس همه گریز کچات میکنی نه تمکنی اینای تمکنی ماهانه $2,500 $3,000 یورو کار میکنی او ما در ماید او زور بدسته اما یگان تای همون را دیدین که برای شما مصرفی دولت بگه که چی مصرف ها داره هر یک دولت مطابق مصرف شایلگ داره میفهمی نمیره اما این را شما در هیچ که نمیگه شما کدام شرایط خواه میکنین جای خوتون چند پول است خب یعنی که تصورات ما رنگ روسیه یا واگن در خواه کنه میشود نه ایجا نمیتونی خواه کرده یعنی ایجا او تصورات میکردگی نیست 2,500 یورو ایمو با ایمو را کو خیلی سر با نوک میرسه سر با نوک برای چی؟ برای که مصرفش همیخه ایجا مصرف همه خیلی داره ایجا را مصرفش همی است میفهمین؟ مصرف همیجا همون خیلی است مگزینش راهش خوش مثال میگیریم حاضر یک خانه در پولشا او را که او استیل مسکوا میکنیم یک کس دو کس نماد میکنه باقی مونده تلپه خواه میکنیم که حاضر شاید بگذاره همین دن نمامین همین شب روز همین چیزا بگذاره اما این چیزا اوجه قپیده استودن که همه را نابود کرده استودن یعنی که کنترل دا غلطیده گیا نازیر
پیشتر هم خیلی به دو یک کس هم خونه را سنیمت میکرد. بعد همراه او گفتی همون گفت حضرت تلپا میدر اومدن خو میکردن. این خیلی چیزا پیشتر وجود داشت. یکی از کنترل کرده استودن. مطابق کوادرات انسان باید باشد. در نام مطابق از او زیاد اگر در خونه دکس بخپاند با سرکردن و سویست جریمت میکنند در بلوش. فایراد میکنه امنیت میوید جریمت میکنند در بلوش که تو همون چیزی انسانی را ویران کرده است. خونه یا یک خونگی بگیم تقریبا 4 نفر یا 2 نفر یا 3 نفر اجازه تا که همون خو کنی یک خونگی 2 نفر 3 نفر مکسیموم. حاضر عین حال برای او خونه را گرفتن باید 3 ماه پولی اما ارنده را بتی. 3 ماه پولی ارنده بتی. اوزی 2,500 دیتا باشه 2,500 ماهانش 2,700 تقریبا 2,500 تایی بگیم 2,500 یعنی 700-800 دلار 600 دلار 500 دلار او دورتر باشه 500 دلار. خب 3 ماه 1,500 دلار دیگه باید در خونه بتی. اوج استارت ویر از خود ده میفهمی نمیره. پلوس پولی او سوید گاز هر چی که استفاده میبری میتی ای جوتری نیست که او صاحب خونه بتایی جوتری خودت میتی همش میفهمی میره. پلوس در اگر در دگوارش نوشتگی باشه که تو پراپیشکا کردن ده حق نداری تو پراپیشکا کردن نمیتونی میفهمی. در اروپای دینستوینی خونه همون حالتی که برای تو باید بگیری ترسپاسات میکرده اگه همون بگیری که اوجا اجازتی بگیم پراپیشکا داده شود. یعنی در دگوار نوشته میشه تا حق داری پراپیشکا کردن ده. اگر نداشته باشی به پراپیشکایید اوجه تو برای دووده و داکومنت بعضی چیزا بعضی کاغذات باید ببره علاهیده پراپیشکا مون. خلاص همین ماهانه را از خودت همین درآمدت همین 1,500-2,000 دلار میوی این ماهانه را از خودت بگیم هم خیلی از قریب خودش. اگر مثل آدم زندگی کنی نه که مثل ما که توجیکا مثال از همون استاتوس آدمی پایانتر زندگی میکنیم رولتون خودمون میقپیم ماکسیمال اکانوم میکنیم خب از اون خیلی نیمی پولمون میمونه طوری نه که هر یک چیز درست درک کنین. این همی رومانتیکای ایشونو دا باور نکنین فهمیدین. با او وعدهایی که او گفته ایستادن شما پروسا با او وعده که خوبیم بعضیاتون بیشت خوب میبینین برای که دروغ زیاد میشنوین از او ایشونو میفهمین نمیره. باید گدایی را رومانتیکا نکنین. گدایی کاری رومانتیکا نیست. ایشون دا وگد نه از تو پول میگیره از تو پول میگیره یگان جا کار نمیکنه ترا در صدقه تشویق میکنه صدقه را یا صدقه که تو میره ایشون صدقه میکنی ایشون زده از شکمش سر نقدر ریش ماندگی ساله را بستگی مرکه ده فقط مغز میزنه و رومانتیکا گنیت میکنه. رومانتیکا دروغ فقط این در پسیخیکایت تاثیر میکنه. پسیخیکایت تاثیر شد تو کمبغلی خطا سپاکوی قبول میکنی. 30 سال شده ممالی سوید میفروشه تو سوید نداری تی رای تقدیر میبینی. تو میگوی که خدا مرا سنجیده ایستاده است اتپلینی بدگی کار نمیکنه 30 سال میشوه اینمی ایشونا شما را مفتون کدگی است هشتو نگرفتگی این امر معروف کنو شما باشه چی میگین خیلی که دیگه همون رومانتیکیست که خیلی تقدیر خدا سنجیده است مورا دیگر همون از سنجش خدا خواه بگذاریم انا همش سوز میشه. این دنیا که وفا نکرد و دنیا دمون هم خیلی زندگی میکنیم دیگه اون دنیا پول فول جدی برای ما دیگر همون قصرهای ایتاج ایسی دیگر ای دیگر همون زن دیگه هور خدمتگار شرابی انتهور خلاص شما را اینم خیلی پسیخیکا قطی میکشه میدونی نمیره. برای انهایی این پسیخیکا قطی مردگی نیستن مردم اروپا مردم بگیم که امریکا و مردم کانادا این پسیخیکا قطی مردگی نیستن
برای همون امام علی در اینجا پرزیدنت یک روز شیده نمیتونه، یک ساعت شیده نمیتونه. میفهمی نمیره؟ او شما در رمانتیکا دوده میشه. اونا رستم خوندن شدیدینه، شرفتای کلان کلان قطعی در تای کامera بگیم خیلی تلویزیون موندگی میگذره، همون نوشتگی ها کنترل کرده میستن با از اون طرف آدمو از بالا کامera ایستادگی. رستم اینی میتری خونده ایستاده است، اینی میتری خونده ایستاده است. اونا خوندنش ببینید، اونا خوندنش. رستم ولی قهرمان است، ستاره است. با پروپاگاندا بگیریم رستم چندین یونیورسیته خلاص کردگی است. یکی همتر خوندیست رنگی دست دوره فوتبال جهانی شوی مردم رو یک شوی. فوتبال نه تنها سپورت است، فوتبال بلکه برای سلامتی انسان بسیار یک شفا بخش است که تا جهانیان با یک زبان یعنی گل تمام دنیا گل رو گل گفته صدا کرده میخیزن و غصب میکنن. یعنی که زبان فوتبال این زبان یکی جهانی است. من از سازمان ملل متحد خواهش میکنم که فوتبال را همچون یک عنعنه جهانی شوی قبول کرده با این یک مخصوصا اینمی است. اینا امریکا را ختم کرد، آلمان را ختم کرد، مسکو را ختم کرد. همون تلویزیون باره پدرنالا ستالیناباد را گفتی، مسکو را گفتی، یا دان میموردی در پشت خونه خرا گرگ خورده سامی را میگفتی. اینه این قدر ولاژنی، این قدر رسخود، این قدر اخراناقتی بردن در امریکا. بهترین شرایط، بهترین زندگی. آلمان هم آوردن هم خیل کردن، مسکو هم خیل کردن، آخر توفه کردن دیپلم در دوشنبه. یک گوساله را در بالای ما میدونی چه خیل تبلیغ دارن؟ میدونی اولیای دو تکم اولیای نمی دو تنه میرسه ای اولیای. تمام. رستم بهترین انسان است. اینمی صورت همه گیرن جوانو را ایس میدونن اوس میدونن تا که در مغز سر شما کو تجاوز کنن که رستم زور است. گپ نیست در رستم. رستم عالم است، رستم ستاره هست. اینمی آتش اینمی خیلی تبلیغ کردن. ولی امام علی از رستم دیده خوندنش بالای کاغذ خوبتر است. در 80 درآمدگی انسان از رستم ده خوب میخونه در بالای کاغذ. یا که هم تبریکات سولینوی او را هم شریفت کلان قطعه پشت اکران تای کامera در تلویزیون میسته کلان. اگر شما ندونین او را من براتون میگم، برای که من کار کردگی من میگم. اونجا اکرانی کلان میسته، همون شریفتو هم تا میروان، یا که بلود هم تا میبرویه نوشتگی هستن. از اون طرف میشنه انسانوی هستن که کنترل میکنن. همون را بگیم که در بلوش کامera میسته، در بلوش او تای کامera ده. بعد همون را نگاه کرده خوندن بگیری گویا که کامera را نگاه دوره. از اون جمله نوستی و اخبارها هم خیلی سیمکه میشه و همون مانیتور دورن در تاش همون سخنو میبروین. ببینید چه خیلی تیز میخونن، همون راست میخونن داج اسپید نمیکنی که همون چشموش هم ببینی که چه خیلی است. رستم اینه میتریه، اینه میتری، این حرف سرکدسته، حرف سرکدسته که جو انسانی که 3-4 یونیورسیته خلاص کردگی، چندین ساحه‌های بالا مقام کار کردگی، با الفابت خونده ایستاده است. میفهمی نمیره؟ با امروز دور تبلیغ دارن، ولی با مله‌ها شکرانه رستم گفته ایستادن وزیر. این همه خیلی صاف بران تبلیغ میکنن. شما زندگیتون ترب میشوه، نمخیل رمانتیکا دا باور میکنین. از نمخیلی بسوادا میتونن رمانتیکا سازن که این بسواد است، این زور است، این عالم است، این دانو است، این فیلسوف است، این 2 تکم پیغمبر است گفته. این میبرونه نمخیل چیزا را میسازن. در کی سهم داره؟ معلم سهم داره، ملا سهم داره، ارتیست سهم داره، یعنی که خبرنگار سهم داره.
اینا همیو میگیرن، اینا می گروپ ها، اینا می گفته از نامبر کردگی ها، اینا می چیزا بگیم تیار میکنن در گوشی ما و تو میخونن، ما و تو میگیم که رستم آدم زور است، اما چه مسکو خوندگی است، اما چه امریکا را ختم کردگی است، اما چه آلمان ختم کردگی است. تو میفهمی چندین یونیورسیت ختم کردگی است. یکی نه سوادش مرحمت بگیرید، مرحمت قبولش کنید، رمانتیکا کنین بگردین شما. برای همون انقلاب شوه زندگی توجی خوب میشوه؟ نه. برای چی؟ برای اونکه تاجیکستانی انتظار آن است که یک رحمدل بیاید و رحم کنه در زندگی. این ما واری انسانای به زندگی و زندگی ما را خوب کنه. ما سهم نمیگیریم که خودمون زندگی ما را خوب کنیم. ما رحمی کسی را انتظاریم که یک انسانی با رحم با عدالت یک روز نه یک روز پیدا میشه و میآید، او انسان زندگی ما را حتما خوب میکنه. تمام. فهمیده نه که برای چی زندگیتون خوب نمیشه؟ برای که بابامون هم همین را انتظار بود، اتامون هم همین را انتظار بود که امام علی هر روز نه هر روز خوب میکنه این زندگی. یعنی خودت زندگی خودت بگیم که در کی میبینی؟ در رحم انسان ها میبینی. خلاص کدام میآید، کدام زندگی تو را خوب میکنه، تو در رحم انسان زندگی تو میبینی. پس بدون که تو بگیم که زندگیت خوب نمیشه. کدام میآید نمیآید نمیتونه، انقلاب میشه نمیشه، رستم میآید، این همیازی فرض کردیم رستم یا همشون مردن رفتن، اهل اولادش قطعی مردن رفتن، اینا ولی اومد هیتالی اومد زندگیت خوب میشه. من میگم که نه برادرم، زندگیت خوب نمیشه. این ریال قبول کیره، خفه نشه از گپی من. یعنی اون چیزی که حقیقت است نما حقیقتش است. برای همون دوستی عزیزم سلامت باشین، سربلند باشین، با رمانتیکا دوده نشین. فقط زندگی مردم خودش خوب میکنه. میفهمین نمیره؟ پاپروویت کنیم امام علی را تصور کنین در آلمان پرزیدنت باشه، تصور کنین در امریکا پرزیدنت باشه، تصور کنین که پرزیدنت باشه. آیا میتونه همین پرزیدنتی کرده؟ میتونه بچه‌هاش در همین کشور وظیفه بده؟ نه. برای چی؟ برای اونکه این مردم میگیره توفتیلش میکنن. میفهمی نمیره؟ برای این مردم نمیمونه این کار کردنی. یعنی که هر کاری که امام علی کرد پس ما موندیم کردنی. اینجا عیب ماست، عیب امام علی نه. خونت آباد باشه هموطنم. چقدر فکر کرد در بولایگه پادیلت پادپیشکر فراموش نکرد.